رقص تاجیک تحولات مرکب، راه خیلی دور و دراز رو طی نموده، عنعنه چندین عصره ملی فرهنگ رقصی حقیقتا مردمی رو به وجود آورد. منبع‌های آن به زمانهای خیلی قدیم تعلق داشته، طول عصرها انکشاف یافتند. سرچشمه‌های رقص تاجیک در کار و زحمت، حیات واقعی، در طبیعتی به طور خاص تغییر یافتن تخیلات آدمی، بازی‌ها، عرف و عادت‌ها، مراسم‌ها و دین و آیین، پانتومیم‌ها مربوطند که آنها نیز به رفت مهنت، عقیده‌ها پیوست بودند. رقص در گذشته دور میان مردم معمول بود و طریق مکتبی استاد و شاگرد تا زمانی ما آمده رسید. رقص ها نیز نام دارند و خاص منطقه و موضوع های گوناگون می باشند. آن رقص هایی که در گذشته میان مردم معمول بودند امروز آنها را به گروهی رقص های فولکلوری اتنوگرافی ربط می دهند. اصلا اگر به تاریخ رقص تاجیک نظر افکنی، اکثریت عموما در ایجادیات بدیعی خلق تاجیک، یعنی که مردم تاجیک، اکثریت رقص‌های فولکلور و اتنوگرافی به چشم می‌رسد و این رقص‌ها خیلی هم زیاد هستند. در اکثریت کنسرت‌های سطح دولتی، در دوره‌های اگر شوروی اگر به یاد بیاریم، در اتفاقی و بعضی مثال سفرهای بین المللی و مثال فستیوال‌های بین المللی، جشنواره‌های بین المللی، اکثریت همین رقص‌های فولکلوری و اتنوگرافی تهیه میشدند، روی صحنه می آمدند، یا که در بوستان‌ها، بوستان 3 1 2 3 بود، اندلیب وقت‌های آخر مثال، در بسیار اینها اکثریت اینها رقص و سرودهای فولکلور اتنوگرافی خلق تاجیک خب نمایش داده میشد. چون که فولکلور اتنوگراف این یک گنجینه بی‌بهای مردم تاجیک یکی از ارزش‌های فرهنگی خیلی هم قدیمی تاجیک‌ها به شمار می‌رود و ما را با همین رقص‌های با همین فولکلور و اتنوگرافیمون در دنیا خیلی خوب میشناسند. در صنعت رقص ملی غایه اساسی رقص فولکلوری از بین مردم ایجاد شده است، از بین مردم تهیه شده است، از بین مردم حرکت هایی که تا حال به طریق صحنوی ما پیشکش تماشابینان می نماییم ایجاد شده است. رقص های ملی فولکلوری مردم ما بسیارتر رقص های ملی مردمی کولاب، مردمی بدخشان، عموما هر ناحیه ما به خودش مراسم و مناطق اجرایش رقص های ملی خود را دارد. بیشتر جوابگوی صنعت و فرهنگ ما این رقص ملی کوهستانی، کولابی و بدخشانی می باشد. عموما اجرایش حرکاتان رقص های یغنابی هم هستند، رقص های مردمی سوخت هستند. بیشتر تماشاگر و معرفیگر مردم ما تاجیکستان بیرون از اون که ما سفرهای هنری میکنیم، رقص های ملی با لباس های چکن، با لباس های بدخشی رو بسیارتر مردمی بیرون از مرز ما میپسندند و میشناسند که مردم تاجیکستان من از صنعت فولکلوری آنها فرهنگ و مدنیت ما رو اساساً با لباسی گوییم
چکنی کلوبی معرفی میکنم. شهری پر از نوا زیبای و دل ربا، شهری پر از نوا زیبای و دل ربا، شهری کهن صبا شهری نبی من است، شهری کهن صبا شهری نبی من است. رقص‌های فولکلوری اتنوگرافی امروزها نیز میان دسته‌های هنری معمول است و در تمام چهاربینی‌ها از جانب استادان رقص به صحنه گذاشته می‌شود. رقص‌های فولکلوری اتنوگرافی اصلاً با سرود در یک جایگی اجرا می‌گردند. یعنی هنرمندان در برابر رقص اینچنین سرود می‌خوانند. شهری نبی من است، شهری کهن ورا شهری نبی من است. ای رفیقان یک نظر سازید سوی شهری نم، بینگرید بر باغ‌های و بوستان شهری نم. یک طرف آبی روان و بادی فارم، یک طرف آبی روان و بادی فارم، یک طرف راحتی جان میدهد دایم بهاری شهری نو، راحتی جان میدهد دایم بهاری شهری نو. با سرود اجرا کرده می شدن. حتما با فولکلور این چیزی فولکلور چیزی خلق است. رقصایی که با کار و زحمت با مردم وابسته هستند. مثال وقتی که وای من اگر رقص آشپزی این رقص اصلا در مردم مومناباد اجرا کرده می شد، هم چطور بریدنی من همون خمیر و زولا میگن چی میگن همون چیزا که چطور اجرا و همین رقص ها اکثریتش در موسیقی اجرا کرده می شدن، در صدای موسیقی، در صدای سرود. مثل جمع می شدن مردم اهل همون خانواده چی و یا اجرا میکنن میخوانن اینو همین چیز همین رقص اجرا کرده میشه، یعنی که همین هنرها نمایش داده میشه با موسیقی و با رقص. و اگر شما با فولکلور مردمی اگر بدخشان نظر بکنید اکثریت سرود و اکثریت رقصاشون با سرود اجرا کرده میشود. با تاریخی اگر نظر افکنید اکثریت رقصا با سرود اجرا کرده میشود. این از اون است که اون فولکلوری همون منطقه است. یا که مردم کلوب، منطقه کلوب اکثریت رقصا با سرود اجرا کرده میشوند. اکثریت فولکلوری رقصای فولکلوری با سرود اجرا کرده میشن. اصلا رقص اما اصالتش در موسیقی است، بلکه با موسیقی صاف باید اجرا کرده شود. یاری چکم پوش بیا ای گلم و رقص کن، حلقه ها در گوش بیا ای گلم و رقص کن، یاری چکم پوش بیا ای گلم و رقص کن. استادان رقص کوشش دارند که پایه این نماد رقص ها را مستحکم نگه دارند، یعنی در رپرتوار برنامه‌هایشان از این نماد رقص ها استفاده نمایند. آنها هنگام سفرهای هنری با اهالی منطقه‌های گوناگون همصحبت شده از رقص هایی که ماهیت تاریخی دارند یا اینکه خاص همان منطقه معلومات میگیرند. رقص کن یاری چکم پوش بیا ای گلم و رقص کن، حلقه ها در گوش بیا ای گلم و رقص کن، ای گلم و رقص کن، ای گلم و رقص کن، ای گلم و رقص کن. وقتی که یگون لحظه هایی که می شود ما به سفرهای هنری به ناحیه ها می رویم هستند، در اونجا آدمانی کهنسال که هم صحبت می شویم و می گویند که من در وقت من خیلی اجرایش رقص بود. ما از اونها پرسون می شویم، کنجکاوانه می پرسیم کنی از منمون بابای باشد، از همون کمپیروی کهنسال باشد، می پرسیم کنی همین رقص با طرز شوخی ما از اونها خواهش میکنیم و اونها اجرا میکنیم، ما اون حرکات رو از خود میکنیم و اون حرکاتی که از خود شد اومده بعد در انسمبل بود تحریزی کرده با طوری زمانوی و خلقی اون رو ما سینتز کرده رقص تهیه میکنیم و پیشکش تماشابینان میگردیم و این به حد خوب است که در همین ناحیه وقتی که سفرهای هنری میشود ما میرویم و وقتی که خلق با کنسرت های ما اومده تماشا میکنن و بعد از اون پیش از کنسرت بعد از کنسرت هم صحبت میشویم، بعد میگن که با ما من این رقصتون معقول شد، با ما من این رقصتون معقول شد.
بسیارتر توجه میکنند. میگن که در وقتش هنمی خیلی لباس‌های قدیمی بود، ما در توی معرکه ها هنمی خیلی می‌رقصیدیم. مردان رقص همه وقت در سعی و کوشش هستیم که رقص های ملی فولکلوری ما هیچ وقت از بین نرود. ما پیوسته کوشش می‌نماییم که در هر گونه ژانر و در هر گونه مناطقی که هستیم ما بیشتر رقص های فولکلوری خودمون رو روی صحنه، چی در چهاربینی های حکومتی، چی در سفرهای هنری نشون دهیم که همین رقص های فولکلوری ما کاسته نشده از بین مردم نرود، از یادی مردم نرود. ما فکرم عقیده همه وقت کوشش میکنیم همه وقت که هر گونه رقص های ملی که در عموما از طرف مردم ما ایجاد شده است در ایام گذشته، ما اون رو با طرح پروفسیونالی و مردم پیشنهاد و تهیه کرده نشان دهیم. در این نمود رقص ها نه تنها سرود بلکه لباس نیز نقش کلیدی می‌بازد. مثلا لباس های چکن در رقص های فولکلوری خاص منطقه ختلان به بر کرده می شود. در منطقه های بدخشان و سوخت باشد لباس های خاص همان منطقه از جانب هنرمندان به بر می گردد. هر یک سرودی که فولکلور و اتنوگرافی است مثال به خود سر لباسی خاصی علاهیده دارد. مثال اگر که مثال من یک رقص‌های هستند که با کار و زحمت مربوط هستند، که مثال من رقصی اشاگلان خب من چی گم اشاگلان اینا کم نفرای هستند که ممکن اجرا میشن. یک فیلمی مستندم بود، یک فیلمی خوردم بود درباره اشاگلان که شادروان سفربگی ساله همین را گرفته بودن. این فیلم رو از لحاظ تاریخی و خلقی و همه چیز ساخته بودن. مثال و هم به خود لباسای خاصی خود را دارد. مثال از قراتاق آمدیم، بدیه های خلقی که مردمی حصار است یک به خود لباسی خاصی خود را دارد. یا که رقصایی که مثال که اتنوگرافی مثال فولکلور اتنوگرافی مردم زرافشان از جمله مسشای کوهی مسشا به خود یک لباسی خاصی خود را دارد. یا که رقصایی که خلقی که مردم ختلان است مثال خب رقص‌های مردمی که مردمی بدخشان هستند، مردمی رشتون زمین هستند، حتی مردمی خوجند و اوروتپا و کانیبادام هم به خود یک لباسی خاصی فولکلوری و اتنوگرافی خود را دارند که خیلی هم مقبول است و خیلی هم رقص با سرود خیلی هم میچسبد در این سرودها. سرودهایی که زیر نوای آنها رقص‌های فولکلوری اجرا می‌گردند اصلاً از دهان مردم گرفته شده است. اما در بعضی حالت‌ها استادان رقص می‌توانند که با شاعران همکاری کنند و سرود خواسته دلشان را طلب نمایند. رقص اتنوگرافی اگر گردید در خواندن سرود تهیه میشن، روی صحنه میان. مثلا از قراتاق آمدی، من سینه بداغ آمدی که بسیار با یک خیلی خوب هم سرایده میشد و خیلی هم خوب هم دسته رقاصان و رقاصا رقص میکنن که به هم خیلی تلعم هستند، به هم خیلی پیوست هستند. من همین سرود و رقصای فولکلور اتنوگرافی اینها از خلق هستند، یعنی که از زبان به زبان آمدگی، یعنی که از دهان به دهان آمدگی، از هنر به هنر آمدگی. اینا را یک کس را آموختن شرطش نیست. اگر هم تو نظر افکنید مثلا برعکس سرودهای فولکلوری و اتنوگرافی
اینا آموختن حتی شر نیست. حتی یک طراح در کار یا یک بالینمستری در کار، یک در کار که او را فقط جابجا گذارد. ای یارم قاشا شبینت ای قامتی بالا شبینت ای یارم قاشا شبینت ای قامتی بالا شبینت. رقص های فولکلوری اتنوگرافی هم از جانب مردم و هم زنان اجرا می گردد و موضوع های گوناگون در این نمود رقص ها بررسی می گردد. به صحنه گذارنده امروز ها رقص های مذکور را با طلبات زمانی معاصر مطابق نموده به صحنه می گذارد. باید باشد همکاری دسته‌های رقصی، دسته‌های فولکلوری، اتنوگرافی، فیلارمونی دولتی تاجیکستان و دیگر گروه‌های رقصی و هنری باید حتما با شاعر و نویسندگان باید همکاری زیچ باید باشد که یک چیزی و یا باید پیشنهاد کنند، یک چیزی ایجاد کنند. اصلا فولکلوری، اتنوگرافی ما همش معلوم است. اوجه این چیز آموخته شده است. فقط از همون چیده گرفتن در کار و ساختن در کار برای متخصص در کار، متخصص کسبی در کار که من همین چیز رو روی صحنه میارم. با اندیشه استادان ساحه رقص تماشابین این نمود رقص ها فعالترند و از آنها پیوسته خواهش می نمایند که چنین رقص ها از جانب دسته های رقصی بیشتر اجرا گردد. این چنین توجه مهمانان خارجی نیز به چنین رقص ها زیاد است. از بدیزت تراشم، از شارمغزی کوهی شام و سحر تراشم، شام و سحر تراشم، از شارمغزی کوهی شام و سحر تراشم، شام و سحر تراشم. من از طرف استادانی که رقص های ملی مردم ما را در وقت تهیهشون از طرف انسامبلشون پیش تهیه می شود و پیشبری تماشابینان می نمایند، بیشتر عموما با مردم ما رقص های ملی فولکلوری و دخشانی، رقص های ملی من چکنای کلوب که اونها در وقت اجرایش باز با اتریبوت های قاشق و طبق اجرا می شود، با اتریبوت های من غیجک و کوزک مردم بدخشان این رو بسیارتر قبول دارند. بسیارتر باز به رقص های مسجاهی هم توجهی مردم ما به حد خاص است و بسیارتر ناز قبول میکنند، برای که در آن سر و لباس ملی که از قدیم معلم شده است و پیشنهاد تنمگری مردم است، همین گونه رقص ها را بسیارتر میپسندند. رقص های مردمی سوخت که با اطلس های هر یک رنگی که در اون اطلس ها اجرا شده است و در وقت تهیه رقص های مردمی سوخت هم نشان داده می شود، بیشتر دقت مردم ما رو به خود جلب میکنه. عموما رقص فولکلوری ملی ما رو در همه گونه ناحیه ها و در همه از کدام ناحیه از کدام مناطقی نباشد در وقت اجرا است مردم میپسندند. با هنر کسبی اگر که نظر اندازیم، وقتی که انسامبل گنجینه فیلارمونی دولتی تاجیکستان تأسیس یافت اون سالا که رهبرش هنرمند خیلی هم نوتکرار هنرمند مردمی تاجیکستان استاد ظفر شادروان، استاد ظفر نازی بودند، در اکثریت برنامه‌های همین انسامبل گنجینه همه رقص و سرودهای فولکلوری و اتنوگرافی عرضی وجود داشتند.
ансамبل‌های رقصی زیادند و باید قید نماییم که مخصوصاً ансамبل‌های رقصی امروز عمل می‌کنند که تنها رقص‌های فولکلوری را به صحنه می‌گذارند. چون این ансамبل‌ها در منطقه حصار با نام باباجان و نسیم قره‌طاق فعالیت دارند. اگر ما نظر به تاریخ اندازیم آگاه می‌گردیم که همه منطقه‌های وطنمان تاریخ به خود خاص را دارند و همه نمود صنعت در این منطقه‌ها از زمان قدیم ارزی هستی داشت. امروز ها نیز مسئولین بهر پاینده نگاه داشتن چنین رقص‌ها چاره‌های ضروری می‌اندیشند. در برنامه‌های اکثریت برنامه‌هایی که در ولایت سوخت مثال تهیه می‌شوند و روی صحنه می‌آیند، در همونجا یک سرود یا رقصی مثال یغنابی پیشکش می‌شود و نگفتن آمد که امسال هم در همون نوروز بین‌المللی که در شهر پنجکنت باستانی برگزار گردید، در همینجا هم همین رقص و سرودهای یغنابی نمایش داده شد. خب قسمت فولکلور اتنوگرافی ما این خطلان است که خیلی هم پرغناوت است و خیلی هم جالب دقت است. مثلا ما رقصایی که با چکن اجرا کرده می شوند، رقصایی که بدیهایی که اجرا کردن در تحت سرود رقص روی صحنه آورده می شوند دقت جلب کننده است. تاریخ همیشه زنده است و از گذشته هر یک خلق و ملت قصه می‌کند. صنعت رقص تاجیک نیز تاریخ خاص خود را داشته به نگهداری نیاز دارد. پیشبرندگان این ساحه هنرمندانی می‌باشند که با پایکوبی‌های زیبای خود در صحنه‌های گوناگون به پایداری این نمود صنعت حیات می‌بخشند. برای یکایک هنرمندانی که در همین رشته فعالیت دارند، تمنای موفقیت‌های بی‌نظیر را داریم.